نقشه جراح رو بازی کن. من الان پدرم مریض عمل قلب باز داره، اومدیم تو بیمارستان. عمل تموم شد، زیاد توضیح نده. خب چی شد الان؟ بپرسی چی خانم چی شد؟ ما هر کاری میتونستیم کردیم ولی مریض رو دست دادیم. چرا مسخره میکنی شما؟ خیلی دکتر خوب داریم تو مملکت. من خوبه لطف کنی نقش دکتر خوبه رو بازی کنی. بپرس چی شد؟ خانم چی شد؟ خوشبختانه به دنیا آمدن بچه‌ها. دو گلو بودن، از هم جدا شدن، ما دادیم بچسبونن. میگم پدرم عمل قلب باز داره. همون تو سونوگرافی دیدیم به هم چسبیدن، دادیم بچسبونن. خانم پدرم عمل قلب باز داشته. بچه مالکیه پس؟ پدرم الان متوجه جنسیت میشی. پدرم عمل قلب باز داشته. مگه باباتون تو این اتاق عمل نبود؟ بله. بچه‌ام تو اون اتاق عمل بودن. خب باباتون احتمالاً یکی عمل کردن بردن ریکاوری. نه ببین دیگه تو این اتاق عمل دی، ما یه دونه اتاق عمل بیشتر. بله. بچه‌ها از همون تو میگم اصلا پدرم نمیتونه. آقا بچه‌ها داداشاتو خانم جردن نمیخوام بگی. نقش دکتر